خطبه دوم. هنگام بازگشت از صفین. بیان وضع حال مردم پیش از بعثت و اوصاف اهل بیت پیامبر اسلام علیهم السلام و اوصاف گروه دیگری. حمد و ستایش می کنم او را برای جلب اتمام نعمتش و اظهار تسلیم بودن در برابر عزتش و تقاضای حفظ و نگهداری از معصیتش از او یاری می جویم، چرا که نیازمند به کمک و کفایت او هستم، چرا که آن کس را که او هدایت فرماید هیچگاه گمراه نمی شود و آن کس را که او دشمن دارد هرگز رهایی نمی یابد و هر کس را او کفایت کند هرگز نیازمند نخواهد شد، زیرا ستایش او در ترازوی سنجش از همه چیز سنگین تر است و برای ذخیره کردن از هر گنجی برتر. و گواهی می دهم که جز خداوند معبودی نیست، یگانه و بی شریک است، همان گواهی که خلوص آن آزموده شده و اصاره و جوهره آن را در عمق عقیده خود جای دادم، شهادتی که تا خدا ما را زنده دارد به آن پایبندیم و آن را برای صحنه‌های هولناکی که در پیش داریم ذخیره کرده ایم، زیرا این شهادت به توحید پایه اصلی ایمان و ریشه و قوام آن و سرآغاز همه نیکی ها و سبب جلب خوشنودی خداوند و موجب طرد و دوری شیطان است. و نیز گواهی می دهم که محمد صلی الله علیه و آله و سلم بنده و فرستاده اوست. او را با دین و آیین آشکار و نشانه روشن و کتاب نوشته شده و نور درخشان و روشنایی تابنده و امر و فرمان قاطع و بی پرده فرستاد تا شبهات را از میان بردارد و با دلایل و منطق روشن استدلال کند و به وسیله آیات الهی مردم را از مخالفت خدا برحذر دارد و از کیفرهایی که به دنبال مخالفت دامنگیرشان می شود بترساند. خداوند پیامبرش را در زمانی فرستاد که مردم در فتنه ها گرفتار بودند، فتنه هایی که رشته دین در آن گسسته و ستونهای ایمان و یقین متزلزل شده بود. اصول اساسی فطرت و ارزشها دگرگون گشته و امور مردم پراکنده و مشتت و راههای فرار از فتنه ها بسته و پناهگاه و مرجع ناپیدا بود. در چنین محیطی هدایت فراموش شده و گمراهی و نابینایی همه را فرا گرفته بود. در چنین شرایطی خداوند رحمان معصیت میشد و شیطان یاری میگردید و ایمان بدون یار و یاور مانده بود. ارکان ایمان فرو ریخته و نشانه های آن ناشناخته مانده و راه های آن ویران و شاه راههایش ناپیدا بود. مردم از شیطان پیروی می کردند و در مسیر خواسته های او گام بر می داشتند. در آبشخور شیطان وارد شده بودند و به وسیله آنها نشانه های او آشکار شده و پرچم وی به اهتزاز در آمده بود. این در حالی بود که مردم در فتنه ای گرفتار بودند که این فتنه با پای خیش آنان را لگدمال و با سم خود آنها را له کرده بود. و همچنان این هیولای فتنه بر روی پای خود ایستاده بود.
به همین دلیل آنها در میان فتنه ها گم گشته و سرگردان و جاهل و فریب خورده بودند. و اینها همه در حالی بود که مردم آن زمان در کنار بهترین خانه خدا زندگی می کردند، ولی با همسایگانی که بدترین همسایگان بودند. خوابشان بیخوابی و سرمه چشمهایشان اشکها بود. در سرزمینی که دانشمندش به حکم اجبار لب فرو بسته و جاهلش گرامی بود. آنها آل پیامبر علیهم السلام محل اسرار خدایند و پناهگاه فرمان او و ظرف علم او و مرجع احکامش و جایگاه حفظ کتابهای آسمانی او هستند و کوههای استوار دینند. به وسیله آنان قامت دین را راست کرد و لرزش و تزلزل و وحشت آن را از میان برد. قسمت دیگری از خطبه که اشاره به جمعیت دیگری است. آل محمد صلی الله علیه و آله و سلم اساس دین. منافقان بذر فجور را افشاندند و با آب غرور و نیرنگ آن را آبیاری کردند و سرانجام بدبختی و هلاکت را درو نمودند. هیچ کس از این امت را با آل محمد علیهم السلام نمیتوان مقایسه کرد و آنها که از خوان نعمت آل محمد بهره گرفتند با خود آنان برابر نخواهند بود، چرا که آنها اساس دین و ستون استوار بنای یقینند. غلو کننده به سوی آنان باز می گردد و عقب مانده به آنان ملحق می شود و ویژگی‌های ولایت و حکومت از آن آنهاست و وصیت و وراثت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم تنها در آنهاست. ولی همکنون که حق به اهلش بازگشته و به جایگاه اصلیش منتقل شده است، چرا کوتاهی و سستی می کنند و قدر این نعمت عظیم را نمی شناسند؟